خیلیامون به تازگی با واژه هوش مصنوعی آشنا شدیم. یک آزمایش معروف توی هوش مصنوعی وجود داره که میگه اگه یه ماشین هوشمند بسازی که یک انسان نتونه تشخیص بده داره با ماشین حرف میزنه یا انسان واقعی، یعنی این آزمایش موفق بوده. یعنی اینجوریه که توی این تست نشه تشخیص داد داری با ربات چت میکنی یا آدم. به این میگن تست تورینگ. حالا این آزمایش در چه سالی و توسط چه کسی انجام شد؟ سال 1950، یعنی 75 سال پیش، توسط آلن تورینگ، ریاضیدان و دانشمند کامپیوتر بریتانیایی، کسی که تونست جنگ جهانی دوم رو زودتر تموم کنه. میتونیم بگیم رمزگشایی انیگما مهمترین کار تورینگ بود که باعث نجات میلیون ها نفر شد. به تورینگ پدر هوش مصنوعی هم میگن. The Imitation Game، فیلمی که در مورد زندگی آلن تورینگ ساختن.